جوانای خوب خدا همتان نگه داره، در مسافریان سلامتتان داره. انشالله خدمت شما در مسافرت ها این مثل ثواب جهاد در راه خدا رو داره، برای که برای تامین روزگارتان میرین، برای خاطر تامین فرزنداتان میرین، برای زندگی پدر و مادر خوب کردن بره. اول نصیحت من برای تا این است که نمازاتان خوانید کن، زیرا که خداوند به این زیبایی و به این چشمهای شهلا و بینا و به این گوش و شنوا، به این استعدادی که شما رو داده، این نعمت شکرانش نماز جمع. وقتی 5 وقت نمازتان خواندید خدا از شما راضی میشه، خداوند گناهاتان رو میشه، خداوند رزقتان رو فراخ میکنه، خداوند دولتتان زاید کنه، عمر درازتان توی کلمه لا حول ولا قوة الا بالله رو بسیار گوی برای از بلاها خودتان نگه داشتن. خداوند همتان رو سلامت داره و رزقاتان رو فراخ کنه، کسب و کاراتان و برکت همتتان رو در ساختمانی با این مکتب و مسجد با زایدتر گردان. این پسنداز نترسید، دادن گریبچن. خدا نگهدار.